روز بخیر بینندگان عزیز، شما سرخطی رویدادها را تماشا دارید که همه روز در همین وقت پیشنهادتان می شود. امروز 3 ایون از آن خواهیم گفت. در حالی که فرماندهان آمریکایی از خطر جنگ داخلی در افغانستان هشدار دادند، مجاهدان سابق قیام کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه امور شهروندان خارجی دپورت شده را اعلان نمود و مهاجران تاجیک میگویند با سبب زیاد بودن نوبت‌پایی برای گرفتن واکسن میتوانند جای کارشان را از دست بدهند. شروع میکنم از آن که دیروز نخستین سفر رسمی پرزیدنت قرقیزستان به تاجیکستان انجام یافت. مذاکرات رهبران دو کشور امامعلی رحمان و صادر جبورов در دوشنبه با امضای همگی 2 سازشنامه و 2 یادداشت تفاهم به پایان رسید. هرچند موضوع اساسی گفتگوی دو طرف مربوط به مسائل مرزی بود، ولی یگان سند در این زمینه قبول نشد. امامعلی رحمان و صادر جبورов در حضور خبرنگاران گفتند که برای ادامه مذاکرات در این مسئله حساس تلاش به خرج میدهند. بینندگان عزیز، همکاران ما خلاصه سفر پرزیدنت قرقیزستان را در یک گزارش مفصل در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان خواهند کرد. صدها مجاهد سابق روز 29 ایون در یک جماعت در ناحیه غربند ولایت کوپیسوی افغانستان ابراز داشتند که حاضرند به مقابل طالبان قیام کنند. دوست محمد سولنگی 55 ساله میگوید او و همپیمانهایش سلاح به دست گرفته به کوه برآمدند تا از ورود طالبان به این ناحیه پیشگیری نمایند. ما به این آرزو نیستیم که کسی از برادران ما کشته شود، ولی اگر بالای ما جنگ تحمیل کنند، اگر به واقعیت بالای ما ظلم کنند، اگر به واقعیت به مردم دستاندازی کنند، مثل که در دوشی دستاندازی کردند به سیاست مردم، به اموال مردم، به ناموس مردم، به دختر مردم، اگر به این سیستم طالبا پیش برود، به هیچ عنوان حتی فرد حتی 7 ساله‌ای بچه ما باشه مسلم شه و در مقابلش استادگری میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دعوای اسلامی و دعوای انسانی و مجاهدت ندارن، اینا یک دعوای تحمیلی دارند. روزهای اخیر طالبان یکیدن مناطق شمال افغانستان را تحت کنترل درآوردند. در جنگ‌های ولایت شمالی قندوز هفته روان کمش 28 فرد ملکی به هلاکت رسیده، بیش از 290 کسی دیگر زخم برداشتند. سر از آغاز می بیرونشوی نیروهای بین‌المللی از افغانستان شروع شده. طبق نقشه تا 11 سپتامبر افسر و سربازان آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد. فرمانده محلی ارتش افغانستان در ناحیه غربند میگوید دستگیری مردم برای تامین امنیت مهم می باشد. برادرای و کسی که از پشت سر خط ایستاده خیزش مردمی است، بعضی وکیل صاحبای ما است که با ما به حساب و انگیزه میته و ملت ما در و پالی ما است. پیام مامی است که دائم همچین ما را حمایت کنه. اگر بدون حمایت ملت ما و هیچ گونه اردوی ما پیشرفت نمیکنه. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از خطر سرزدن جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. گنرال اسکات میلر همزمان تاکید کرد که طرفهای جنگ در افغانستان باید روی حل سیاسی را بجویند و خشونت را کاهش بدهند. برنامه را ادامه میدیم. در حالی که روسیه با موج نوی سیریت کرونا ویروس مواجه می باشد، پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین امروز در صحبت مستقیم تلویزیونی به سوالهای مردم پاسخ خواهد داد. این صحبت همچون نشانه واکنش پوتین به تشویش مردم کشور ارزیابی شده 11 هفته پیش از انتخابات پارلمانی برگزار می شود که بزرگترین معرکه سیاسی در عرصه انتخابات پرزیدنتی سال 2024 است. بر پایه تغییر کنستیتوسیون روسیه، پوتین امکان دارد که کمش تا سال 2036 رهبری روسیه را بر دوش بگیرد. تا حال پوتین نگفته است که در انتخابات آینده پرزیدنتی روسیه سبقت خواهد کرد یا نه. سالهای گذشته مردم در صحبت‌های مستقیم مسائل محلی به مثل جمع کردن اخلاط و پرداخت سری وقتی معاش زیاد مطرح می‌شد. امسال روسیه در مقابل موج نوی سیریت کرونا ویروس و ضرورت محدود نمودن حیات جمعیتی برای جلوگیری از مرگ بیشتری گرفتاران قرار دارد.
در روسیه میمانیم. در 3 ماه اول سال جاری از این کشور 1345 شهروند خارجی و افراد بی شهروندی دیپورت کرده شدند. این رقم در قیاس به همین دوره سال گذشته بیشتر بوده است. در این باره نشریه ایزوستیا از قبل وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته است. در پالاتای جمعیتی اخراج مهاجرانی را که قانونگذاری را ویران میکنند چاره درست نامیدند، ولی همزمان از احتیاجات روسیه به نیروی کاری تاکید کردند. دومای دولتی گفته است تا هنوز تعدادی از کارفرمایان برای صرف کردن مبلغ به جلب مهاجران غیر قانونی برتری میدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه با پیشنهاد رقم‌های نو اعلام کرده است که در 5 ماه سال جاری بیش از 538,000 مهاجر پاتنت و نزدیک 28,000 نفر اجازتنامه کار را دریافت نمودند. یادآور می‌شوم مهاجران غیرقانونی در روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین فرصت دارند که تا 30 سپتامبر حجت‌های خود را درست کنند. در همین حال دیروز کنسول سفارت تاجیکستان در روسیه با وضع نگهداری مهاجران تاجیک در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی صخره مسکو آشنا شد. در این مرکز مهاجران قرار دارند که قاعده‌های بود و باش روسیه را ویران نمودند و در انتظار انتقال یافتند به وطن میباشند. سفارت میگوید عین حال در بازداشتگاه 11 نفر از زادگان تاجیکستان نگهداری میشوند که برای 9 تن آنها از جانب نمایندگی رایگان شهادتنامه بازگشت تهیه گردیده است. برای تصدیق شخصیت 2 نفر دیگرشان که حجت‌های خود را گم کرده اند نمایندگی درخواست ارسال کرده است. کنسول تاجیکستان در صحبت با رهبر بازداشتگاه مسئله‌های حجتگذاری و زودتر به تاجیکستان فرستادن شهروندان موقتا بازداشت گردیده را مطرح کرده است. همچنین ضمن بازدید به مهاجران تاجیک خوراک و لباس و دیگر مواد ضروری رسانده شد. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه پارچه از فیلم مستندی رو میبینیم که همکاران ما از جماعت واروق در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تهیه کردند. فیلم درباره حادثه های اخیر ماه اپریل از زبان شاهدان حال نقل میکند. جنگو برای بیتون گفتن همه ما بروندیم ماشینه ها اومد سرس برستیم همون دیگه ترس خوردی. اون روزی جنگ قرقیزا همون جنگ بوده. اون زنکات ترسیدن که گریخته سونی ورخ موندوم دیم دیا. 20 آدم ماشین دیدم، کودک‌ها، زن‌ها. در زمان مرزبندی سال 1924 متاسفانه مقام و موقع مردمان ساکنی بومی منطقه تاجیکستان به اعتبار گرفته نشد. این فیلم در شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی نشر خواهد شد و من برنامه را ادامه میدیم. در مسکو امگذرانی مهاجران از کووید 19 ادامه دارد. کاربران آزادی از نقطه امکانی در مرکز تجارتی صدوات نوار فرستادند که در آن نوبت‌پایی زیاد شهروندان خارجی مشاهده می شود. مصاحبان ما که در خدمات کمونالی کار میکنند گفتند برای آنها تا امروز مهلت دادند که واکسن گرفته شهادتنامه را پیشنهاد نمایند. در صورت غیر از کار رانده می شوند. ولی با گفته مهاجران دیروز بعد انتظاری های زیاد آنها به گرفتن واکسن موفق نشدند و از آن نگرانند که جای کارشان را از دست میدهند. نرخ واکسن یک دفعه اسپوتنیک لایت 1300 روبل مقرر شده. با قبل همصحبتان آزادی از جیب خود آنها پرداخت می شود. هرچند قبلا گفته می شد که پول واکسن را باید کارفرمایان بسپارند. واکسن گذرانی حتمی و پولکی مهاجران در پایتخت روسیه از 27 ایون آغاز شده. فعلا تنها در مرکز مهاجرتی صخره و بازار صدوات واکسن گیری امکان دارد. در کراسنویارسک روسیه دو شهروند 21 و 27 ساله تاجیکستان را با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. گفته می شود این دو جوان در منزل‌های اجاره خود مخفیگاه مواد مخدر درست کرده هروئین را توسط مسنجرها می‌فروختند. هنگام کوفت و کوب از ماشین آنها در مجموع 720 گرم هروئین که قیمتش در بازار سیاه نزدیک 2 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد پیدا و مصادره شده است. با بازداشت شده‌ها تا 20 سال زندان تهدید می‌کند.
дӯстони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асрори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Имрӯз 30 июн Бонки милли $1.11 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 45 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз поинттар рафтааст. Имрӯз 1000 рубли русӣ 155 сомониву 20 дирамро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки то ин лаҳза ба дасти ман расид. аз ҳамкорӣ ва ҳамроҳии шумо сипосгузорам. баъди 3 соат ба студия бармегардам ва дар барномаи ахбори озодӣ таҳвилоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро бароятон мерасонам. рӯзи хуб дошта бошед.